از جانب کارمندان ریاست کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان فعالیت چنین یک گروه متشکل ترانسمیلی نشعجلا آشکارا پیشگیری گردید. یکم نوامبر سال جاری امام نظرов آخر نظر آقا نظرویچ سال تولدش 1970 زاده و استقامت کننده شهر خاروق بازداشت شد. نامبرده طی چند سال اخیر با شهروند جمهوری اسلامی افغانستان فرید ولد فیروز با تخلص غیب‌الله ساکن دهه جوانتراشان شغنان ولایت بدخشان افغانستان با خرید و فروش مواد مخدر و سنگ‌های قیمت‌بها سر و کار داشته است. ضمن گذراندن چاره‌بینی‌های حدودی اپراتیوی جستجویی امام نظرов آخر نظر آقا نظرویچ در شهر خاروق بازداشت گردید. نامبرده طبق مسئله پیشکی با شهروند جمهوری اسلامی افغانستان زنگ زده با او به مقدار 2 کیلوگرم گیرین و 7 کیلوگرم حشیش فرمایش خریداری می‌دهد. برای دسترس کردن مواد مرگبار اوشوربکوف رسول علیبکوویچ سال تولدش 1987 زاده و استقامت کننده شهر خاروق را با شهروند افغانستان شناس می‌نماید. فرید ولد فیروز با استفاده از امکانات‌های جای داشته مواد مخدر را به طور غیرقانونی توسط خط مرز به تاجیکستان انتقال داده در حدود محله نیوادک در جایگاه مخصوص پنهان می‌نماید. با سپارش امام نظرov آخر نظر اوشوربکوف رسول مواد مخدر را از محل جایگیرشوی دسترس نموده هنگام حرکت به سمت شهر خاروق به امر کارمندان دیدبانگاه بازرسی دولتی اتومبیلی در محله نیوادک اطاعت نکرده می‌خواهد فرار نماید. با مقصد بازداشت نامبرده از جانب کارمندان میلیسیا در اول تیر آگاه کننده و بعداً با چرخ‌های اتوماشین تیر خالی کرده شده اتوماشین پیگیری کرده می‌شود. اوشوربکوف رسول علیبکوویچ اتوماشین را در نزد منزل استقامتی شهروند گل محمد و کاغذ بیگم نگاه داشته یک عدد بارخالتا را با مواد مخدر و سلاح آتشفشان در نزد خانه پرتافته از جای حادثه غیب می‌زند. ساعت 8 بود کارمندان ایزوی حقوق آمدن مرا خبر کردن که خاله جان در کشا ما چه می‌بینم آمدم دیدم که در حولی ما یک قابچه بود. در جریان از نظر گذرانی جای حادثه یک بارخطای پلیتیلنی بوده بسته واسطه نشه‌دار یک تپانچه تمغه بریتا و از داخل اتوماشین تمغه چنخو رقم قید دولتش 7813 AA04 دو دانه حبابچه اکستازی مصادره گردید. شهروند افغانستان رسالی شغنان افغانستان غیب‌الله چند سال شد که من قطعی غیب‌الله علاقه تلفنی دارم. من با از افغانستان با اما غیب‌الله گفتن که به من رایی کن 5-6 کیلو گشیش و 2 کیلو گرین. با سپارش من اوشوربکوف رسول مواد مخدر رو گرفته با تنگینش گفتم با پیش من بیار. بعد شنیدم که رسول از در نوادک مواد مخدر رو از ماشین پرتافتگی از دید که از قفای وی کارمندای امنیت ششتگی هم ماشین خود را در نوادک قطعی مواد مخدر پرتافته می‌گریزد. تشخیص سودی کیمیایی مواد صادر شده نشان داد که آن مواد مخدر بوده. وزن خالصش بیش از 7 کیلوگرم را تشکیل می‌دهد. از این مقدار 5 کیلوگرم و 595 گرم حشیش، 1 کیلوگرم افیون و 2 کیلوگرم و 2 گرم گرین میباشد. قبلا امام نظرov آخر نظر بنابر سبب دست داشتن در معاملات غیرقانونی مواد مخدر در جستجو قرار داشت. نامبرده سال 2018 مواد مخدر را از جمهوری اسلامی افغانستان دسترس نموده به شهروند جمهوری قرقیزستان کلیه و نورجان می‌دهد که در نتیجه آخرین بازداشت گردیده به محکمه کشیده می‌شود. اوید به دلیل مذکور از جانب ریاست کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان نسبت امام نظرov آخر نظر آقا نظرویچ و اوشوربکوف رسول علیبکوویچ با دسترسی ماده‌های 200 قسم 4 بند د 289 قسم 3 و 195 قسم 2 بند ب کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایی آغاز گردیده تفتیشات در این سمت جریان دارد. جوانان شما دست با این کار نزنید. من که زدم سخت پشیمانم. خودخواهی اومدم خود رو سپردم. برادر ما در حقیقت همین جنایت صادر کرده است. با کار خود قرار شد وی. من از تمام جوانان التماس میکنم که دست به همین کار نزنید. برادر ما با ویلای ما داغ آورد. از جانب ساختارهای قدرتی در ولایت طی سالهای اخیر جهت جلوگیری کردن نشعجلابان چاره‌های تخیرناپذیر اندیشیده شود هم ولی باز نفرانی پیدا میشوند که به خود خلاصه ضروری نبرآورده با انتقال و فروش مواد مخدر دست زده حیات خود را پس پنجره محبس میگذرانند.